120 تا کشور در جهان الان با هم درگیرن سر جاده ابریشم. الان این 120 تا کشور در 4 جاده ابریشم با هم جنگ دارن. یک جاده ابریشم رو چین کشیده، یعنی چین میای میخوری تو پاکستان، میای پایین پاکستان چابهار، این طرفش هم که ایران با قطار، پس چین اجناسش میاد میخوره تو چابهار، میاد از این پایین میره تو دریا، از اون برای راحت میره توی ایران و با قطار مستقیم میره. یه جاده وجود داشته به نام جاده ابریشم روسیه که به چین گفته آقا شما جادهتون خوبه ولی بد نیست، چیز دیگه این جاده بهتره. پس حالا یه عده‌ای که طرفدار چینن درگیرن با یه عده طرفداری که روسیه‌ان درگیرن. یه جاده ابریشم رو نتانیاهو داده که اسم این جاده ابریشم رو طرحش که مال ما بود 7-8 سال پیش توضیح دادیم به نام جاده ابریشم نتانیاهو زدن و ترامپو که حذف کردن الحمدلله. یه جاده ابریشم دیگه هم وجود داره که امپراتوری پارس یعنی اپوزیسیون ریستارت پیشنهاد داده. بیلیاردها دلار پول جابجا میشه، خیلی کشورها توش سود میکنن و سرزمین پارس هم اصلا بخوان یا نخوان به قدرتی که باید برسه میرسه. الان آمریکا چند قسمتن؟ 2 قسمتن. یک قسمت در آمریکا به نام دموکرات ها هستن که با جاده چین موافقن، میگن جاده ابریشم چین خوبه، منافعشون اونجاست. یک گروهی در آمریکا هستن میگن چین رو فراموش کن، جاده ابریشم نتانیاهو خوبه و یا ریستارت خوبه یا روسیه خوبه. پس این 120 تا کشور دارن جنگ میکنن برای اینکه جاده مهم کشیده بشه و طرح کی باید پیاده شه. اما دعوای ما با نتانیاهو چی بوده؟ نتانیاهو طرح آبراهام رو از یه جاشو کات زد پیچون رفت. چرا؟ چون مطمئن بود نتانیاهو باورش برای اینکه ترامپ رئیس جمهور نمیشه. اپوزیسیون اسلام که میره رو هوا یه چیزی میدیم حسینی سرطان و نمیدونم بیماری‌های فلان و چیزی اینا بود، خیلی دفعه این کارو کردن، میره رو هوا و از بین میره. سانسورش هم کردیم، بسیمش که صداش به مردم نمیرسه. رفت یواشکی یه جلساتی گذاشت با یه سری کشورها. این وسط یهو طرح آبراهام ما داشتیم صحبت می‌کردیم که پرزیدنت ترامپ هماهنگ می‌کرد که بن سلمان بیاد بالا برای یک حرکتی که طرحی که حالا هنوز خیلی چون طرح اپوزیسیون ریاست شما نمیدونید، یه بخشش رو میدونید، بخشش رو کارشناسا و BBC و رادیو فردا میدونن، بقیه‌اش نمیدونن. اما یهویی مثلا اردن زد سرش بیرون و مصر اومد وسط داره عربده بکشه اون وسط. مشکل کجا بود؟ مشکل اون نتانیاهو چیه؟ مشکل ما از جا شروع شد. در طرح آبراهام که پرزیدنت ترامپ ما توش هستیم قرار بود که رژیم ایران عوض بشه. در طرح جدید آبراهام جناب آقای نتانیاهو قراره که رژیم ایران عوض نشه. پس اون برجام که من هی فریاد میزنم آقا اینا به جمهوری میگم برجامو امضا کن. چرا؟ چون میری تو بغل اروپا و انگلیس و آلمان و فرانسه و نتانیاهو و این بر ما رو میخوای، نتا رو میخوای، بتا رو اینا رو میخوای یا گاما لادا رو میخوای، لادا روسی رو، طرح روسیه رو میخوای، چی میخوای؟ به جمهوری اسلامی پیشنهاد داد نتانیاهو. از اینجا جنگ شروع شد. جنگ ما پیشنهاد داد که آقا تو سکوت کن، طرح جاده ابریشم نتانیاهو انجام میشه، ما 2 تا پوان به تو میدیم، یکی اینکه سود بهت میدیم، میلیارد دلار پول بهت میدیم، 2 اینکه رژیم عوض نمیشه. که جمهوری اسلامی گفتش که ترامپ چی؟ که ترامپو گرفتن. خب ترامپ کی گرفتیمش؟ چی یه حسابی که بستیم، سانسور کلیه تر سطح جهانی، صدها هزار صفحه‌شون تو فیسبوک و تلگرام اینا بستیم. تو برجام امضا کن. نتانیاهو به جمهوری اسلامی گفت من میای تو بغل من انگلیس، فرانسه، آلمان، ول کن روسیه رو، ول کن چین رو. داش قبول می‌کرد یادت میشه هی مثلا برجام امضا شد، منظور امضا میشه، برجام ممکن امضا میشه، جمهوری اسلامی قبول کرده، هی حرف بود. چرا؟ چون دعوا ازش شروع میشه. یعنی نتانیاهو خیانتی به مردم ایران کرد و قرار شد که جمهوری اسلامی رو دیگر داره. طرحاش هم چیدن دیگه، ریختن دیگه. به حماس نتانیاهو اعلام کرد 2 تا 10 تا 20 تا موشک می‌فرسته تو کشور ما میریزیم و 4-5 تا از این آدمایی که مخالف ما هم. دقت کنید اینجا خیلی مهمه اینو بهتون بگم. آقا کسانی که تو حماس موشک زدن به جناب آقای نتانیاهو 2000 نفرن، اینا 5000 تا موشک زدن توی
اسرائیل و اصلا تو غزه نیستن. اونا رفتن. یعنی نتانیاهو داره میره اونجا میچنگه که اون 2000 تا خائن خودشو پیدا کنه، نه حماسو. با حماس اصلا مشکل نداره. پس جمهوری اسلامی اوکی باید میکرد، برجام اوکی کرد، رژیمش هم میمونه، تموم شد. آلمان و اینا این همینجوری که آدما میرن کنار انگلیس وای میسن سپاری بکن تو تروریستی، میخوای تروریستی گفتن نمیکنیم. آلمان گفت نمیکنیم. انگلیس که حالا نکردیم، خیلی‌ها بودن رفتن 200 شب اونجا هم. هر شب که فردا سپاه تروریستی نکرد. چرا؟ چون امید داشتن جمهوری اسلامی برجام امضا کنه که داشت میچرد. جاده ابریشم نتانیاهو کشیده شد و شتراش هم اینطور حرکت کنه. اتفاق نادری افتاد و اونی که جمهوری اسلامی برجام امضا نکرد. روسیه یهو اومد وسط، چین اینجوری کرد. نتانیاهو زنگ زدن حاجی ما داریم جاده رو میکشیم، آقای بن سلمان خونه ساخته بغل مندل بندر، اونجا این همه شهر ساخته میسازه، این همه میلیارد خرج کردیم، برجام امضا کن تموم شه، ول کن اونا رو. جمهوری اسلامی استاپ کرد فکر و برجام امضا نکرد. نتانیاهو چیکار کرد؟ اومد پلن بی خودش رو پیاده کرد. پلن بیش چی بود؟ پلن آش این بود که برجام امضا میکنه، ما هم جمهوری اسلامی نگهش می‌داریم. پلن بیش این بود که اگر جمهوری اسلامی برجام امضا نکرد چیکار کنیم؟ گفت کارش رو انجام میدیم، طرحش رو به حماس هماهنگ کرد که خودش پول میداد به حماس، تا الان رفیق صمیمی بود. اصلا خیلی‌ها میگن آقا بابا خیلی برو با 4 تا با سواد حرف بزن. همه میگن اسرائیل حماس رو درست کرده. اصلا ولش کن، CIA و اسرائیل همه میگن، هر خریتو بری بپرسی تو کلاس سواد داشتی اینو میگه. حالا نتانیاهو به حماس گفت 500 تا 50 تا 100 تا 30 تا 40 تا موشک بزنید به ما عصبی میشیم. فیلم بگیرید از این صحنه‌هایی که 4 نفر 50 نفر یهودی رو می‌کشید، فیلم بگیرید پخش کنید تو جهان. هماهنگ میکنن با بایدن، به ایران حمله نظامی میکنن. حالا که ایران امضا نکرده به ایران حمله نظامی میکنیم، رژیم رو عوض میکنیم. اینجا انتخاب بد دومش انجام داد، در زمانی غلط، در مکانی غلط، با افکاری غلط، با یک بزغاله به نام رضا پهلوی و وسط پیدا شد. نتانیاهو اصلا جنبش زنجانی آزادی خوابیده بود و جلسه گذاشت. گفت حالا که رژیم ایران برجام امضا نمیکنه، رضا پهلوی رو علمش میکنم، ایران تجزیه میکنم. چرا؟ چون ایران متحد نمیذاره این جاده کشیده بشه. آذربایجان جلسه گذاشته بود، انجام میدیم. رضا پهلوی رو میریم بالا، یه تیکه ایران به نام سرزمین ایران اون وسطی که رضا پهلویه و بقیه تیکاش هم تقسیم میشه. میره و اصلا به سلام گفت ببین اصلا قول بهت میدم یه موشک هم سمت ما نمیاد. اونا هم دیگه هم جرم. جمهوری اسلامی موضوع رو میدونست، توسط مسکو، میگم مسکو نباید، نمیدونم، موضوع رو فهمید، قشنگ گوش کردن، طرح رو داشتن، خبردار شدن. این حماس بود، قرار بود که رفیق نتانیاهو بود 50 تا 100 تا موشک بزنه. 2000 تا 3000 تا از اطراف حماس که از حماس جدا شده بودن اما رفیق بودن، مثلا از تو اونجا 5000 تا موشک کوبوندن توی اسرائیل. همه چی رفت تو هوا. صبح نتانیاهو بلند شد گفت این گفتم آقا قرار بود سیگار بزنه، این دونه همینطور میزنه. گفت نمیدونم که الو حماس چه خبر. گفت ما به خدا نیستیم، یه گروه دیگه‌ن. اصلا همه چی طرف رو هوا. یکی اومد شاشید زیگزاگ تو جاده ابریشم، طرح‌ها رو هوا، تفکرات رو هوا. پس چرا الان عصبانی نتانیاهو تو حماس دنبال حماسه؟ حماس مال خودشه، دنبال اون 2000 بره. در حواس جاده ابریشمه. خدا را شکر، خدایا ما رو در زمانی آفریدی که یه مش خر فکر کنه سیاست داره. خدا را شکر.